دوستان عزیزم سلام، به کانال نغمه های شب خوش اومدید. امشب با یک داستان زیبا از مجموعه داستان‌های مثنوی معنوی در خدمتتون هستیم. اگر دوست دارید داستان حیله پادشاه برای رسیدن به کنیزک زیبا رو بدونید، تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. روزی روزگاری پادشاه قدرتمند و توانایی برای شکار با درباریان خود به صحرا رفت. در راه کنیزک زیبایی دید و عاشق او شد. پول فراوان داد و دخترک رو از اربابش خرید. پس از مدتی که با کنیزک بود، کنیزک بیمار شد و شاه بسیار غمناک گردید. از سراسر کشور پزشکان ماهر رو برای درمان او به دربار فراخواند و گفت: جان من به جان این کنیزک وابسته است. اگر او درمان نشود، من هم خواهم مرد. هر کس جانان مرا درمان کند، طلا و مروارید فراوان به او میدهم. پزشکان گفتند: ما هم فکری و مشاوره میکنیم و او را حتما درمان میکنیم. هر یک از ما یک مسیح شفا دهنده است. پزشکان که به دانش خودشون مغرور بودند، یادی از خدا نکردند. خدا هم عجز و ناتوانی اونها رو بهشون نشون داد. پزشکان هر چه کردند فایده ای نداشت. دخترک از شدت بیماری مثل موی باریک و لاغر شده بود. شاه یکسره گریه می کرد. داروها جواب معکوس می داد. شاه از پزشکان ناامید شد و پا برهنه به مسجد رفت و در محراب مسجد به گریه نشست. آنقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتی به هوش آمد دعا کرد، گفت: ای خدای بخشنده، من چه بگویم؟ تو اسرار درون مرا به روشنی می‌دانی. ای خدایی که همیشه پشتیبان ما بودی، بار دیگر ما اشتباه کردیم. شاه از جان و دل دعا می‌کرد. ناگهان دریای بخشش و لطف خداوند جوشید. شاه در میان گریه به خواب رفت. در خواب دید که یک پیرمرد زیبا و نورانی به او میگوید: ای شاه، مژده بده که خداوند دعایت را قبول کرد. فردا مرد ناشناسی به دربار می آید. او پزشک دانایی است. درمان هر دردی را می داند. صادق است و قدرت خدا در روح اوست. منتظر او باش. فردا صبح هنگام طلوع خورشید، شاه بر بالای قصر خود نشسته منتظر بود. ناگهان مرد دانای خوش‌سیمایی از دور پیدا شد. او مثل آفتاب در سایه بود، مثل ماه می درخشید. مانند خیال و رویا بود. آن صورتی که شاه در رویای مسجد دیده بود، در چهره این مهمان یافت. شاه به استقبال رفت. اگرچه آن مرد غیبی را ندیده بود، اما بسیار آشنا به نظر می آمد. گویی سالها با هم آشنا بودند و جانشان یکی بوده است. شاه از شادی در پوست خود نمی گنجید. گفت: ای مرد، محبوب حقیقی من تو بوده ای، نه کنیزک. کنیزک ابزار رسیدن من به تو بوده است. آنگاه مهمان را بوسید و دستش را گرفت و با احترام بسیار به بالای قصر برد. پس از صرف غذا و رفع خستگی راه، شاه پزشک را پیش کنیزک برد و قصه بیماری او رو گفت. حکیم دختر رو معاینه کرد و آزمایش‌های لازم رو انجام داد. گفت: همه داروهای آن پزشکان بیفایده بوده و حال مریض رو بدتر کرده. اونها از حال دختر بیخبر بودند و معالجه تن می‌کردند. حکیم بیماری دخترک رو کشف کرد، اما به شاه نگفت. او فهمید دختر بیمار دل است. تنش خوش است و گرفتار دل است. عاشق است. حکیم به شاه گفت: خانه را خلوت کن. همه بروند بیرون، حتی خود شاه. من میخواهم از این دخترک چیزهایی بپرسم. همه رفتند. حکیم ماند و دخترک. حکیم آرام آرام از دخترک پرسید: شهر تو کجاست؟ دوستان و خیشان تو که هستند؟ پزشک نبض دخترک را گرفته بود و میپرسید و دختر جواب میداد. از شهرها و مردمان مختلف پرسید. از بزرگان شهرها پرسید. نبض آرام بود تا به شهر سمرقند رسید. ناگهان نبض دختر تند شد و صورتش سرخ.
حکیم از محله‌های شهر سمرقند پرسید. نام کوچه قاطفر نبض را شدیدتر کرد. حکیم فهمید که دخترک با این کوچه دلبستگی خاصی دارد. پرسید تا به نام جوان زرگر در آن کوچه رسید. رنگ دختر زرد شد. حکیم گفت بیماریت را شناختم. به زودی تو را درمان می کنم. این راز را با کسی نگویی. راز مانند دانه است. اگر راز را در دل حفظ کنی، مانند دانه از خاک می روید و سبزه و درخت می شود. حکیم پیش شاه آمد و شاه را از کار دختر آگاه کرد و گفت چاره درد دختر آن است که جوان زرگر را از سمرقند به اینجا بیاوری و با پول و زر او را فریب بدهی تا دختر از دیدن او بهتر شود. شاه 2 نفر دانای کاردان رو به دنبال زرگر فرستاد. آن 2 زرگر را یافتند. او را ستودند و گفتند که شهرت و استادی تو در همه جا پخش شده. شاهنشاه ما تو را برای زرگری و خزانه‌داری انتخاب کرده. این هدیه‌ها و طلاها رو برایت فرستاده و از تو دعوت کرده تا به دربار بیایی. در اونجا بیش از اینها خواهی دید. زرگر جوان گول مال و زر رو خورد و شهر و خانواده‌اش رو رها کرد و شادمان به راه افتاد. او نمی‌دانست که شاه می‌خواهد او را بکشد. سوار اسب تیزپای عربی شد و به سمت دربار به راه افتاد. آن هدیه‌ها خونبهای او بودند. در تمام راه خیال مال و زر در سر داشت. وقتی به دربار رسیدند، حکیم او را به گرمی استقبال کرد و پیش شاه برد. شاه او را گرامی داشت و خزانه‌های طلا رو به او سپرد و او را سرپرست خزانه کرد. حکیم گفت ای شاه، اکنون باید کنیزک رو به این جوان بدهی تا بیماریش خوب شود. به دستور شاه کنیزک با جوان زرگر ازدواج کرد. 6 ماه در خوبی و خوشی گذراندند تا حال دخترک خوب شد. اما پادشاه که بیش از این تاب دوری کنیزک را نداشت، مخفیانه رفت پیش طبیبی در شهر و از او زهری خواست. آن زهر را در غذای جوان ریخت. جوان روز به روز ضعیف می شد. پس از 1 ماه زشت و مریض و زرد شد. زیبایی و شادابی او از بین رفت و عشق او در دل دخترک سرد شد. زرگر جوان از 2 چشم خون می گریست. روی زیبا دشمن جانش بود، مانند طاووس که پرهای زیبایش دشمن اویند. زرگر نالید و گفت من مانند آن آهویی هستم که صیاد برای نافه خوشبو خون او را می ریزد. مانند روباهی هستم که به خاطر پوست زیبایش او را می کشند. من آن فیلی هستم که برای استخوان عاج زیبایش خونش را می ریزند. ای شاه، مرا کشتی، اما بدان که این جهان مانند کوه است و کارهای ما مانند صدا در کوه می پیچد و صدای اعمال ما دوباره به ما بر می گردد. زرگر آنگاه لب فرو بست و جان داد. کنیزک از عشق او خلاص شد و دوباره نزد پادشاه برگشت، زیرا عشق او عشق صورت بود. پایان داستان. دوستان عزیزم، امیدوارم از شنیدن این داستان نهایت لذت رو برده باشید. خوشحال میشم با لایک و کامنت هاتون از کانال خودتون حمایت کنید.